تفرقه افکنان به کودکان هم رحم نمی کنند. سلام. بفرمایید دخترکم. سلام علیکم. بردشمه مرتضی لعنت بیشمار. سلام علی عدو بکر یا علی و فاطمه اولی و دومی و سومی. آفرین، خدا خیر. یا علی یا علی یا علی. خدا حافظ شما. بینندگان گرامی، ملاحظه می‌فرمایید که این فرهنگ متعفن لعن و نفرین چه نسل‌های پاکی را خراب می‌کند. این کودک معصوم در این سن و سال که باید محبت یاد بگیرد، متاسفانه بر اثر تربیت سوء مربیانی که دلهایشان سیاه و پر از کینه است، از همکنون لعن و نفرین می‌آموزد. فردا که این بچه بزرگ شود چه فکر و عقیده یاد خواهد گرفت و غیر از لعن و نفرین و قتل و کشتار و انتقام برای اسلام و بشریت چه پیغامی به ارمغان خواهد آورد. لذا پدران و مادران باید بسیار مواظب باشند و نگذارند این غنچه های زیبا و معطر و عقده و کینه انس بگیرند و قلب های کوچک و قشنگشان مریض شود، بلکه در تمام مراحل کودکی آنگونه که شایسته است با کلمات و جملات محبت آمیز و سرشار از عشق و عاطفه آنان را به آینده زندگی و نسبت به جامعه اسلامی و انسانی خوشبین بگردانند تا بتوانند تصویر زیبا و قشنگی از اسلام و صلح و محبت و دوستی و غیره در ذهن و قلب خود داشته باشند.